میگن سلام علیکم داملا، یک سوال داشتم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مادرم دعای صلات ناریه 4444 مراتبه میخواند. این صلوات از پیغمبر است یا نه؟ ممکن این را خواندن مشکل کشا میگویند. این صلوات از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میگن که من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد. کسی که در دین ما چیزی رو پیدا کنند که از دین ما نیست و به خودش مردود است. این خیلی صلات ناریه 4444 مراتبه نآمده است. عددها رو شریعت بیان میکند. مثلا حدیث هایی که 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر یا مراتب کلمه توحید آمده است دلیل دارد. یا 100 مراتب استغفر الله و اتوب الیه گفتن. اما 4444 مراتب فلان نوع صلوات را گفتن دلیل نیست و این مشکل کشا هم نیست. مشکل کشا الله است. الله سبحانه و تعالی میگه که و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر الله تعالی به تو ضرری را رساند، ضرری را فرستاند، آن ضرر را کسی از تو برداشته نمیتواند غیر او. بنابراین در هر یک مشکلی بازگشت به سوی الله سبحانه و تعالی کنید. مشکل آسان کننده الله تعالی هست. بهترین صلوات صلات ابراهیمیه هست، نه اون صلواتی که در نماز میخوانیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید تا آخرش. این بهترین صلوات است. انا همین صلوات را گوید.